ببینیم که روشن یا پرواز کدام دسته که البته اراده قوی نشان میدهد، کدام دسته که بازی بهتر نشان میدهد، کدام دسته است که بازی اعلی نشان میدهد. البته میدان از دلیر است، ماس اون دسته میتواند که راه خود را نیز به مرحله نیم نهایی مسابقه هموار کند. اما حالا این بازی اولی مرحله چهارک نهایی است، حالا باز در پیش بازی جوابی است و در بازی مرحله نیم نهایی نیز بازی جوابی و سفری است، گرچه که سال گذشته چنین نبود. و همین خاطر دوستان عزیز با سیتکه مسابقه هم نظر افکندیم، گفتیم که نسبت به طرف چپ طرف راست سیتکه دست پرقوتر دارد. ببینید روشن و خوجان اینو در یک طرفی سیتکه هستند و طبیعی است که اگر روشن امروز از پرواز گذرد آنجا بوبخش یا با خوجان روبرو می شود. دسته بخش باشد ماس فینال در میدان همین دسته برگزار می گردد و آنها کوشش می کنند که البته با فینال برآیند جام را در ورزشگاه خود نگاه دارند. اما چی برای آغاز بازی آماده است. صدوشکی داوری مرکز اینجا سیاد جان زین‌الدینوف بلند می شود و بازی نیز از مرکزی میدان آغاز می گردد. بیاید دوستان عزیز زود به هیئت دسته توجه خود را روان میکنیم. نخست به دسته روشن که امروز میزبان است به هیئت این تیم توجه میکنیم. در دروازه حسن الدین محمد علی رقم 1، دیگر بازیگران 63 محمد شریف سید خوجه، 44 مهربان کریموف، 5 الکسی فیرسوف، 94 اوکورانکو چوکو ابوکا، 18 رسلان خیلویف، 88 سیودی کووسیو، 8 میلوش میلوانویچ، 70 کبیر سلیمیشوف، 10 مرادعلی اکنظرف، 30 فتولو علیمزاده سرمربی دسته باشد. چریشف است. هیئت دسته پرواز باشد به طور زیل است. در دروازه رقم 1 دلیرجان براتوف، فرصت پیدا میشد برای بازیگران دسته میزبان اما موفق نمیشوند. دیگر بازیگران باشد 13 امید اودینایف، 5 اسماعیل جان خونجانوف، 4 دیلوار شریف سوده، 42 امیربک جمایف، 7 امامعلی احمد خان، 63 تبریز میرزاولیف، 23 کویکو دوانتانیل، 77 بکجان جورابویف، 8 منیر دولتبکوف، 9 بهادیر عبدوولیف. سرمربی دسته باشد طاهرجان مومینوف است. گروه داوران بازی امروزه داور اساسی سیاد زین‌الدینوف از دوشنبه در کنار با کمک میکنند وفاق حریف و اسماعیل نورالیف، یکی از شهری نو دیگری از نورک. داوری چهارم امیرجان خورکشوف از دوشنبه. داورانی که در حجره ور هستند مهربان شمس‌الدینوف از دوشنبه، حسن کریموف از نورک و ابوبکر محمدوف از دوشنبه. شورای شما باشد من فریدون سفرزاده هستم. فشار میرند بازیگران دسته روشن در آغاز رقابت. ببینید که آنها بیشتر توجه خود را به خط حمله روان کرده ایستادند. امکانات پیدا میشود دوستان اینجا برای بازیگران دسته میزبان ارسال به داخل جریمه گل به نتیجه است. گروه مخلصان نیز آهسته آهسته به ورزشگاه تشریف آورده ایستادند. تلاش‌های نوبتی از جانب بازیگران دسته پرواز، آنها توپ را اکنون اینجا به اختیار خود میگیرد. امکانات پیدا میشود برای بازیگران دسته روشن. بسیار هم ضربه قوی اینجا اجرا کرده شد و بلندتر از دروازه دلیرجان براتوف توپ ببینید که از میدان بیرون می شود. فتولو علیمزاده بسیار هم یک ضربه قوی زد.
باز هم توپ اینجا به اختیار بازیگران دسته روشن میگذارد. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته روشن اینجا به نتیجه بود. حالا پاس میدهد به کنار چپ. اینجا مهربان کریموف کاپیتان دسته روشن، بازیگر قامت بلند و البته مالکه هنرنمایی های او را در هیئت منتخب تاجیکستان نیز دیده استودیم. حتی اونجا گل زد در بازی دوستانه. سعید کووسچو یکی از بازیگران با تجربه در هیئت دسته روشن در همین موسم به حساب می رود و اینجا پس که به سمت بازیگری جوان به سمت رسلان خایلویف توش میبینیم که توپ رو در میدان نگاه داشته نمیتواند رسلان. دالرجون برو توپ از دروازه توپ رو به بازی می‌دارد. امکانیت پیدا میشد برای بازیگران دسته پرواز. حالا با توپ از اینجا بهادیر با قفا پاس میدهد. ارسالی بک جان اینجا به نتیجه بود. مهربان حسن پس را قبول میکند. فشار میارند بازیگران دسته پرواز. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته روشن. میلوش پسی به سمت راستی میدان. آن موقعی که فرسوف است با سامانده که عقب نشینی از جانب بازیگران دسته روشن. تنفس یک ماه هم در این میون در لیگ اولی است و همچنین روزانه ترانسفری توبیستان نیز گشوده شده است و باز هم دستان میتوانند که در این یک ماه روزانه ترانسفری توبیستان هیئت خود را مکمل کنند، پرقوت کنند، اون کمبودی که است در هیئت دولت آن را برطرف کنند و باز به نیمه دوم موسم آمادگی جدی دسته خود را با تقویت کردن هیئت به راه مانند. و در این میون دسته که البته برای به دست آوردن جام نیز مبارزه میبرند میتوانند که با پرقوت کردن هیئت خود در ادامه باز هم برای به دست آوردن این جایزه تلاش کنند. چون که الکای قهرمان دو کرته مسابقه در داوم 2 سال اخیر ماس ریگارتاداس بود. 2 سال اخیر جایزه را ماس همین تیم به دست می آورد، اما آنها این موسم الکای از ادامه مسابقه بی‌نصیب ماندند. فرصت پیدا میشد برای بازیگران دسته روشن. میسرم یک ضربه قوی اجرا کرد، شد صدگذاری بود. مهربان از همین مسافت ضربه میزند و اینجا دالرجون برا توپ میتواند که سیف عالی انجام بدهد و این فرصت رو برطرف نماید. بسیار عالی بازی میکند. یک امکانی دیگر پیدا میشود برای بازیگران دسته روشن. به متوجه میشیم خیلی پسی به قفا. فرصت پیدا میشود برای بازیگران روشن و اینجا باز هم دفاعگران پرواز میتوانند که این حالت رو برطرف نمایند. همچنین دوستان عزیز تیم استقلال نیز الکای این موسم از ادامه جام تاجیکستان بی‌نصیب ماند. در مرحله 8 نهایی آنها از خوجان شکست خوردند. قهرمان فعلی مسابقه باشد ریگارتاداس از اسخات شکست خورد. از اسخاتی که آنها 2 سال پیش در فینال با حساب 5-0 همین تیم رو شکست داده بودند. سرم ضربه قوی بود از جانب کاپیتان دسته روشن. دسته که در همه بیشتر در جام تاجیکستان قهرمان شده است این استقلال میباشد. 10 عنوان قهرمانی دارد باشگاه شهر دوشنبه، اما دوام 3 سال اخیر آنها میبینیم که در مسابقه جام موفق شده نمیتوانند. بعدا ریگارتاداس 8 عنوان قهرمانی دارد، خوجان 5 عنوان قهرمانی دارد، دسته ختلان که حالا وحش نام دارد 2 عنوان دارد، فرزاب 2 عنوان دارد،
پرواز دسته که اولو امروز مقابل روشن بازی داره. دوستان عزیز دو عنوان قهرمانی رو به دست آورده است. آخرین مراتب پرواز سال 2007 اونجا بود که جام تاجیکستان رو به دست آورد. روشن نیز دو مرتبه جایزه قهرمانی را صاحب شده است. آخرین مراتب 6 سال پیش سال 2020 بود. بعداً پامیر یک مرتبه، سیتوره یک مرتبه و پختکار یک مرتبه دانستند که جام تاجیکستان رو مولی خود نمایند. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته روشن. دلرجان باروتوف اینجا توپ رو داشته میگیرد. اگر به موقع گیری دسته نیز تماشاگران عزیز پس از 12 دوره موسم امساله لیگ اولی نظر افکنیم، ببینید که حالا دسته روشن در زینه پنجم است، 17 امتیاز دارد. دسته پرواز باشد در زینه دهم است و 12 امتیاز در اختیار دارد. مهربان پسیو به کنار چپ سیاد. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته روشن. باز هم اینجا به سمت مهربان کریموف پاس میدهد. سیادی کوبوسشو پاس به خفا. حسن الدین محمد علی. امکانیت پیدا میشود برای بازیگران دسته پرواز. بین متوجه میشیم فرصت نیست است. ضربه اجرا کرده میشود از جانب کویکو دوان دانیل، اما درست ضربه دقیق اجرا کرده نمیشود و به همین خاطر این هجومی که داشتند بازیگران دسته پرواز به نتیجه است. البته مخلصان دسته روشن کلوب امروز با اون خاطر همه در ورزشگاه هستند که دسته میزبان، دسته محلی خود را دستگیری کنند تا در بازی اول تواند که به پیروزی رسد. بسیار خوب با توپان بازیگران دسته پرواز. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته پرواز هجوم خود را راه اندازی میکنند، اما در این میان موفق نمیشود بهادر عبدولیف. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته روشن توسط کنار چپ هجوم دسته راه اندازی کرده میشود و اینجا رسولان خیلیف موفق نمیگردد. آخرین بازی که روشن و پرواز داشتن در لیگ اولی بود و اونجا بازی در دوره پنجم صورت گرفته بود و روشن با حساب 1-0 در خوجند توانسته بود که مقابل دسته پرواز به پیروزی رسد. از این پیش دسته 10 سال پیش با یکدیگر آخرین بازی خود را برگزار کرده بودند و در آن بازی نیز روشن با حساب 3-1 توانسته بود که در سفر پرواز را شکست بدهد و همچنین در بازی که
در همین میدان بود. آخرین مرتبه برخورد این دو دسته در ورزشگاه خانگی دسته روشن 10 سال پیش بود و اونجا 6 گل به قید گرفته شده است. یعنی که روشن و پرواز در همون بازی با حساب 3-3 نتیجه مساوی رو به قید گرفتند. سرم خوب اینجا با حمله میگذارند بازیگران دسته روشن. میکنند نیز پیدا بشه. ضربه از همین مسافه اجرا کرده شد از جانب محمد شریف. سید خواجه باز هم دلیرجان براتوف سیفیولی انجام میدهد و باز هم این فرصت رو از بین میبرد. امکانیت پیدا میشد برای بازیگران دسته پرواز. توسط کنار چپ با توپ است اینجا بهادر عبدالولیف. بهادر با پیش حرکت میکند. بهادر اینجا میگذارد از مهربان پاس میدهد. امکانیت است برای سفید پوشوی دسته پرواز اما اینجا توپ رو از دست داد بک جان جورابویف. داور اینجا میفهماند با جورابویف بک جان حالتی به میان آمده را. سعید جان زینالدینوف و این هم ضربه که بود از جانب محمد شریف سید خواجه و ببینید که اون رو چگونه برطرف میکند دلیرجان برات. ولکه دو سیفی بسیار عمالی انجام میدهد دروازه‌بان دسته پرواز. حسین الدین محمد علی از دروازه توپ را به بازی می‌درآورد. حسین با پاس کوتاه حرکت میکنند به حمله گذارند بازیگران دسته روشن. خیلویف با توپ است. فوند جایزوی جام تاجیکستان این موسم نسبت به موسم‌های پیشینه فرق کننده است، چون که این موسم تصمیم گرفته شد که فوند جایزوی مسابقه باز هم بیشتر گردد و ببینید که دسته که این موسم در جام تاجیکستان میتواند که قهرمان شود 200,000 سومانی به دست میآورد. دسته که به فینال میبراید 100,000 سومانی دریافت میکند و در عموم 300,000 سومانی از فوند جایزه جام تاجیکستان در سال 2026. همچنین برنده جام تاجیکستان در همین موسم راحت شرکت در لیگ دعوتی کنفدراسیون فوتبال آسیا را در موسم 2027 و 28 نیز سوی میشود. یعنی که دریافت جام هم راحت به مسابقه کنفدراسیون فوتبال آسیا را در سطح باشگاه برای دسته غالیب هموار میکند و هم ببینید که باز مبلغ جایزه‌ای نیز هست. از او توپ اینجا به بازی درآورده می شود از جانب بازیگران دسته پرواز. امکانیت پیدا میشد برای بازیگران دسته روشن و دلیرجان برای توپ هم میتواند که توپ را داشته بگیرد. ببینید که اینجا چگونه حسین الدین محمد علی اکنون از خود درک میدهد.
یک فرصت دیگر رسولان خیلوف با توپ است. موفق نمیشود اکنون بازیگر دست روشن. تلاش نوبتی برای بازیگران دست پرواز. اینجا حالتی نوبازی است. فرصت پیدا میشد. باید متوجه بشیم با توپ از کویکودوان. اما اینجا بعداً ببینیم که دوباره کناری بایرقچه خود را بالا میبرد و اشاره میکنه که در حالت نوبازی قرار داشته است کویکودوان، گرچه که در اول او اشاره به حالت نوبازی نکرد. بوسا همینجا تو رو در نزدیک پای بازیگرانی دست روشن میگیرند دفاعگران پرواز، اما این نوبت با قاعده ویران کنی در برابری سیادی کوسو قاعده بازی ویران کرده شد. 20 دقیقه بازی پسی سر می شود و تا هنوز در بازی روشن و پرواز حساب شده نمی شود. موقعیت میگیرد دالرجان باروتوف. باید متوجه میشیم که از این فرصت چگونه استفاده میکنند بازیگران دست روشن. در نزدیک توپ است اینجا مهربان کریموف، کاپیتان دست روشن، داور اجازه میدهد. همچنین فیرسوف نیز در نزدیک توپ است. ضربه قوی از جانب الکسی فیرسوف و اونجا یک حالت دیگر با میول میآید و ببینید که دالرجان باروتوف باز هم سه فعالی انجام میدهد و این نوبت موفق نمیشود. میلوش میلووانویچ سرم در سطح اولی در دروازه بازی کرده است. دالرجان باروتوف و سیف اولی او را ببینید. ببینید این نوبت چگونه توانست که این ضربه را برطرف کند. ضربه کنجی نوبتی با فایده روشن. ارسال با داخل جریمه گو و باز هم اینجا اولین شده به تو میرسد دالرجان باروتوف. ضربه از همین مسافه اجرا کرده میشود دوستان عزیز و این گل است. حساب گشوده میشود در بازی دست روشن و پرواز و به زدن گل دست مییابد فتح‌الله لیمزاده. بسیار هم یک ضربه قوی، بسیار هم اینجا خوب توانست که دروازه دالرجان باروتوف را به نشان گیرد و این بعد دالرجان باروتوف دیگر نتوانست که سیف انجام بدهد، دیگر نتوانست که حتی خود را درست به سمت توپ پرتوید. حساب گشوده میشود و به پیش میبرند بازیگران دسته روشن شهر کولوب. بیاید بار دیگر متوجه بشیم که چگونه اینجا از ضربه کنجی توپ بازی در آورده شد، چگونه در همین فرصت بازی گذاری در سطح اولی بود اندر یک دیگر و ببینید که خودی فتح‌الله لیمزاده چگونه گذشت از دفاعگر دسته
پرواز و چگونه با ضربه قوی خود توانست که توپ را تسلیم دروازه دسته پرواز کند. حساب کشوده می شود در بازی روشن و پرواز. دسته روشن دسته میزبان در حساب اکنون به پیش می براید. پس به قفا از آود بودن بازیگران دسته پرواز توپ را به بازی درآورند. و داخل جریمه گاه توپ پرتافته می شود و اینجا اولین شده به توپ می رسند بازیگران دسته روشن. تلاش نوبتی باز هم از جانب بازیگران دسته روشن توسط کنار چپ هجوم راه اندازی کرده می شود. رسولان با توپ است. ارسال به داخل جریمه گاه بود اما اینجا توپ را در میدان نگاه داشته نمیتواند الکسی فیرسوف. توپ را باید از جانب بازیگران دسته پرواز. امیدودی نایف پسیو به پیش به سمت کویکو دوان. دوان به پیش حرکت میکند و اینجا اکنون موفق نمی شود بازیگر دسته پرواز. بیشتر هجوم دسته روشن توسط کنار چپ میدان راه اندازی شده است دوستان عزیز. همون سمتی که محمد شریف سید خوجه است، همون سمتی که اونجا رسولان خیلویف بازی کرده است و همون موقعی که فتح‌الله علیمزاده است و مسعود توانست که در بازی امروز حساب را کشید. مهربان کریموف پسیو به قفا به دروازه‌بان. حسین الدین با سیاد پاس میدهد. همچنین ما میتوانیم در کنار چپ میدان سهم سیادی کوشو را نیز گوییم هست، چون که مسعود باعث دفاعگری هجومکار توسط همین کنار میدان خیلی فعال بازی کرده است. دلرجان برای توپ از دروازه توپ رو به بازی می‌دارد. نه اینجا دیگر بازیگر ضربه زد. بهادر عبدالولیف پیش حرکت میکند. بهادر حلقه 3 نفر بازیگران دسته روشن برای صاحب شدن توپ با مبارزه بردند و موفق هم شدند. باز هم توسط کنار چپ تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته روشن. سیاد به پیش حرکت میکند. پسیو به فتح‌الله. اینجا فتح‌الله توپ را در اختیار نگاه داشته نتوانست. اوت به فایده دسته پرواز است.
تواشای نوبتی از جانب بازیگران رسته روشن. سیاد اینجا ضربه را اجرا میکند. باز هم فشار بیشتر می شود از جانب بازیگران رسته روشن. پرواز امروز امکانیتی که دارد از عکس الهجوم استفاده بردن خواهد بود. حالاتی نوبازی است اینجا برای الکسی فیرسوف، گرچه که اون نتوانست که از این امکانیت درست و دقیق نیز استفاده کند. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته روشن. سیادی کاووسشا سرم خوب و رسلان رو از دست میداد اینجا. خایلوف ضربه از همین مسافه اجرا کرده میشد. بلندتر در آخرین بازی خود در لیگ اولی در دور 12 روشن از ریگارتاداس با حساب 1-0 شکست خورد. پرواز باشد در بازی با استر روشن نتیجه مساوی را به خط گرفته بود. با محض اونجا دلیرجان باروتوف بهترین بازیگری بخوری نیز اعتراف شده بود. باروتوف از دروازه توپ را به بازی درآورد. شرم خوب توپ را اینجا در اختیار خود نگاه می‌دارد. بکجان جورابویف اما بعداً باز می‌بینیم که توپ را از اون می‌گیرند. امکانیت پیدا میشد برای بازیگران رسته روشن. بیر متوجه میشه به همین فرصت ضربه اجرا کرده میشود اما اندک بالاتر. چی فرصتی بود برای خایلوف که اینجا موفق نشد. و در همین فرصت ببینید که چگونه در سطح عالی بازی میکند فتح‌الله علیمزاده و ماس پس رو به سمت رسولان خایلوف انجام داد اما خایلوف نتوانست که از این امکانیتی در اختیار داشته درست و دقیق استفاده کند. ضربه کنجی به فایده روشن است. محمد شریف سید خوجه با همراهی مرادعلی اکنظروف در نزد توپ هستند. قبلا با یک بازیگزاری بسیار خوب از ضربه کنجی دیده بودیم که روشن حساب را کشوده بود. این نوبتی نباید ارسال به داخل جریمه کرده می شود و باز هم دلیرجان باروتوف می تواند که این فرصت را برطرف کند. با حمله میگذارند بازیگران دسته پرواز. به پیش حرکت میکند اینجا کویکو دوان سرم خوب فرصت است برای اجرای ضربه نیز زده میشود اما اینجا اشاره میکند حتی کویکو دوان دانیل که توپ به دست بازیگر دسته روشن نیز رسیده است. فرصتی بسیار خوب داشت بازیگر دسته پرواز. خودگی در خط دفاعی دسته روشن دیده میشد اما اون نتوانست که موفق شد. به متوجه میشیم به همین ضربه که بود نخواهم اینجا رسیش تو به دست بود یا نه. مشکل است از این نوارها این حالت رو البته بهاگذاری کردن.
و باز هم یک امکانیت خوب پیدا میشد برای بازیگران دسته روشن، اما موفق نمیشد. گالکین کنستانتین امروز یووری سرمربی دسته روشن دسته را راهنمایی کرده است. و ما در میدان خودی دیمیتری چریشف را ندیدیم. مهربان زود توپ را به بازی می‌دارد. فرسف بسیار هم خوب اینجا توپ را در اختیار نگاه داشت. سام تلاش نباتی از جانب بازیگران دسته روشن به خفا پاس میداد اینجا اکنظرف. چوکوبوکا و با سام این نبات خواستن توسط کنار چپ هجوم خود را راه اندازی کنند بازیگران روشن، اما موفق نشدند. و در این میون محمد شریف سیدخواجه نیز نتوانست که تا به آخر هجوم دسته را راه اندازی کند. 10 دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی بازی میان دسته روشن و پرواز باقی مانده است. حساب 1-0 به فایده دسته روشن است. از همین مسافت ضربه اجرا کرده میشد اما به نتیجه. به خفا پاس میداد اینجا مهربان. تلاش نباتی از جانب بازیگران دسته پرواز. اینجا ببینید که اکنون چگونه خواهد بازی را ویران میکند بازیگری دسته روشن. باید کارت زرد هم در این فرصت دوباره نشان میدهد برای چنین عمل کرد. و بله ببینید که علاقه سعیدجان زین‌الدینوف کارت زرد در دست است و به بازیگری دسته روشن نشان میدهد. و در این فرصت چیکار میکند اکنظرف و محسو کارت زرد گرفت در برابر بکجان جورابویف خواهد بازی را ویران کرد. تلاش نباتی باز هم از جانب بازیگران دسته روشن اینجا به نتیجه. و اینجا باز هم خواهد بازی ویران کرده میشود. این نوبت محمد شریف سیدخواجه خواهد بازی رو ویران کرد در برابر
Ҷурабоев Бекҷон. بازی ادامه می‌یابد با توپ بازیگران دسته پرواز. ارسال نه چندان موافق و به این ترتیب توپ رو هم از دست می‌دهند شاگردان ورجل مومینوف. فرصت پیدا می‌شود برای بازیگران پرواز. توسط کنار راست جیمی دسته رو اندازی کرده می‌شود. پس به خفا امکانات هست. بسیار هم خوب اینجا بازی میکند بازیگری دسته پرواز. ارسال به داخل جریمه‌گاه. ضربه با سر اجرا کرده می‌شود و بالاتر از دروازه اکنون توپ اینجا ترک میدان کرد. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته روشن. فرسف با توپ است. پسیو بسیار هم خوب امکانات پیدا می شود برای بازیگران دسته روشن. پس نیز داده شد از جانب سلیم شویف، اما الکی اونجا دفاعگران دسته پرواز این حالت رو برطرف کرده بودند. خونجانوف بسیار هم خوب بازی کرد در همین فرصت. مهربان تلاش نوبتی باز هم از جانب بازیگران دسته روشن. تا هنوز بازیگران دسته پرواز حتی ضربه راست به سمت دروازه روشن ندارند، گرچه که ضربه بود اما ضربه راست نیست. آنها در دفاع نشستند و فشار خیلی هم زیاد است از جانب بازیگران دسته روشن. و اگر ما سیفوی اولی دلیرجان برای توفم نمی بود دوستان عزیز، ببینید که شاید پرواز از یک گل بیشتر در قسم اول که از دروازه بیرون میکرد. قهرمان اساسی در نیمه اولی و آخری در حیاتی دسته پرواز ما همین دروازه‌بان دلیرجان برای توفم هست و حتی در آخرین بازی دستان نیز ماس دلیرجان برای توفسود اونا رو مهارتی والا نشان میدهد. حتی بهترین بازیگری دیدار نیز میگردد در یک چند آخر و اون نیز در دروازه مهارتی والا نشان داده است. امکانات پیدا میشود برای بازیگران دسته روشن و اینجا اکنون موفق نمی شود. رسلان خایلوف از ضربه کنجی با سمت برو به بازی می‌درارند بازیگران دسته روشن. اقنظرف و محمد شریف سید خوجا. تلاش نوبتی باز هم از جانب بازیگران روشن. این نوبت توسط کنار راست فرسف با توپ است. پس یوقفا با میلووانویچ بود. امکانات پیدا میشود برای بازیگران دسته روشن و آن را برطرف میکنند دفاعگران پرواز.
2 دقیقه به قسم اولی بازی الova کرده می شود. اخنظرов پسیو به سمت میلووانویچ پرستوفت به داخل جریمه‌گاه خیلی بلندتر بود و به همین خاطر خایلوف نیست و در میدان گل داشته نتوانست. تلاش نباتی بوس هم از جانب بازیگران دسته روشن. مهربان بود تو بست. پایده بازی بران کرده شد. شاید همین آخرین فرصت خواهد بود که بازیگران روشن در اختیار خواهند داشت. ببینید که اینجا چگونه مقابل کبیر سلیم شیف خواهد بازی بران کرده شد و ضربه جریمه هم هست به فایده دست روشن. در نزد توپ سیودی کووسیو است. داور اجازه میدهد، پاس میدهد سیاد و این حالت رو برطرف میکنند دفاعگران دسته پرواز. با چند ثانیه دیگر وقت است، میتوانند که عکس الهجوم خود را نیز راه اندازی کنند، اما با این اجازه نمیدهند بازیگران دسته روشن. و با همین دوستان عزیز صدای هشتک داوری مرکز سیاد جان زین‌الدینوف از انجام قسم اولی بازی من دسته روشن و پرواز درک میدهد. با برتری یک گل با گل فتح‌الله علیمزاده روشن به تنفس می رود. با شما نیز تنفس میکنیم و پس از چند لحظه باز به نیمه دومی بازی برمیگردیم. ما رو در قسم دومی بازی نیز همراهی کنید.
тамошобинон азиз бармегардем ба қисми дуюми бозӣ Минодастои Равшан ва Парвоз ба варзишгоҳи Кулоб Арена. қисми аввали бозӣ бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи Равшан фарҷом ёфта буд бо ягона голи Фатҳулло Олимзода ва макнун мебинем ки дар нимаи дуюм чӣ натиҷа ба қайд гирифта мешавад. Оё Парвоз ба бозӣ бармегардад ва ён ки Равшан боз ҳам ба монанди қисми аввал бартарӣ хоҳад дошту фишор меораду боз ҳам баъдан метавонад ки муваффақ ба задани голҳои навбатӣ низ шавад. Умед Додинев аз майдон гирифта мешавад, Тоҳир Маладостов вориди майдон мешавад. Дар оғози қисми дуюм аввалин тағйиротро дар бозии имрӯза мебинем ки дар ҳайати дасти Парвоз анҷом дода мешавад. ҳоло биёед ба ҳайати дастҳо дар нимаи дуюми охирӣ мутаваҷҷеҳ мешавем. оғоз мекунем аз ҳайати дастаи Равшан. дар дарвоза рақами 1 Ҳусниддини Маҳмадалӣ аст. Дигар бозигарон 63 Муҳаммад Шариф Саидхоҷа, 44 Меҳрубон Каримов, 5 Алексей Фирсов, 94 Чуквуэбука Окоронко, 18 Руслан Хайлоев, 88 Саиди Ковусшо, 8 Милош Милованович, 70 Кабир Салимшоев, 10 Муродали Акназаров, 30 Фатҳулло Олимзода муаллифи ягона гол дар бозии имрӯза. Сармураббии даста бошад Галкин Константин. ҳайати дастаи Парвоз бошад ба таври зайл аст. дар дарвоза рақами 1 Далерҷон Баротов, дар мавқеи Умед Додинев вориди майдон мешавад. инҷо дар нимаи дуюм Тоҳир Маладустов рақами 14, 5 Исмоилҷон Охунҷонов, 4 Диловар Шарифзода, 42 Амирбек Ҷумаев, 7 Эмомалӣ Аҳмадхон, 63 Табриз Мирзовалиев, 23 Квеку Дуан-Даниел, 77 Бекҷон Ҷурабоев, 8 Мунир Давлатбеков, 9 Баҳодир Абдувалиев ва Тоҳирҷон Муъминов бошад. Сармураббии дастаи Парвоз аст. зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи дастаи Парвоз аст. Далерҷон Баротов омодааст ки аз дарвоза тӯбро ба майдон барорад.
از اوت به بازی در آورده می شود از جانب بازیگر دسته پرواز امامعلی احمدخان. فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته پرواز و اینجا می بینیم که برطرف می کنند دفاعگران دسته روشن. تلاش نباتی از جانب بازیگران دسته پرواز می‌بینیم که اکنون اونا بیشتر فشار آورده ایستادند در آغاز نیمه دوم بازی با دسته روشن. حسن خیلوف توپ در اختیار او است، پاس می‌دهد، امکانیت است محمد شریف پاسی او با کناری راستی میدان، امکانیت پیدا می‌شود برای بازیگران دسته روشن و اینجا موفق نمی‌شود. اکنون فرسوف تو خورترین مخلصان امروز در ورزشگاه کلوبرین هستند تو دسته روشن رو مخلصی کنند. و اکنون دوستان عزیز ببینید چه فرصتی برای بازیگران دسته روشن، چه امکانیتی برای بازیگران دسته میزبان و مجبور است که دلیرجان براتوف گل دوم را از دور دروازه خود بیرون کند. کاپیتان دسته بازیگر قامت بلند دسته مهربان کریموف میتواند که حساب را دو بالا کند. واقعا هم یک حالت عجیب، هیچ کس انتظار نداشت که در چنین فرصت میتواند مهربان گل زند. و باید متوجه میشیم بار دیگر که از ضربه کنجی چگونه ارسال به داخل جریمه انجام داده شد و جهش بلندی مهربان کریموف رو ببینید، بازیگر قامت بلند کاپیتان دسته. قبلا ما چنین گلی او را تو در ایتم منتخب تاجیکستان در بازی دوستانه نیز دیده بودیم. و این بعد اکنون باز میتواند به دروازه پرواز گل زند. حساب 2-0 به فایده روشن می شود. هر گلی که روشن میزند، هر امکانیتی که روشن استفاده میکند در میدان خانگی خود، این قدم با سوی مرحله نیم نهایی مسابقه است. گرچه که بازی جوابی در پیش است، اما روشن امکانی بیشتر دارد تا به همین مرحله هم رسد. اما دسته پرواز نیز یک دسته خفناک است. آنها در میدان خانگی خود دیدیم که این موسم تو مقابل توپ دستا چگونه اراده قوی نشان داده تا بعضی آنها رو شکست دادند. و همین خاطر البته روشن را باز هم در ادامه وقت دارد، باز هم در حضور مخلصان خود میتواند که از امکانیت‌های موجوده استفاده کند و باز هم بهری به مرحله بعدی رفتن قدم‌های استواری خود را گذارد. سعید کوشا در نزدیک توپ است، ارسال به داخل جریمه گاه و نشونه نوبت به تو میرسند اینجا بازیگران دسته پرواز. فرصت دیگر پیدا می شود، ارسال به داخل جریمه گاه و این نوبت میتواند توپ را داشته بگیرد دلیرجان براتوف. شنباتی از جانب بازیگران دسته پرواز به متوجه میشیم به همین فرصتی که در اختیار دارند بازیگران دسته پرواز. امکانیت پیدا میشد، ملادوسوف ضربه او و اینجا اکنون صدگذاری باز از جانب
مهربان کریموف بود. این چگونه فاول بازی کرده ایستاده است. کاپیتان دسته روشن. زود از اوت توپ بازی در آورده می شود. با توپ بازیگران دسته پرواز آنها باز هم اکنون توجه خود را بیشتر به خط حمله روان خواهند کرد، چون که الکی دو توپ از رقیب خفا موندن. قاعده بازی اینجا ویران کرده شد. سیاد جان زیندین افنی صدای شیخ خود را بلند میکند. اینجا میبینم که تبریز میرزاولیف مقابل محسو قاعده بازی ویران شده بود. حسنیدین زود از دروازه توپ را به بازی می‌درآورد. سیادی کووسچا تلاش نباتی باز هم از جانب بازیگران دسته روشن. با توپ سالو اینجا میلوانویچ توسط کناری راست. تلاش نباتی از جانب بازیگران دسته روشن پس داده می شود. فرصت پیدا می شود و اینجا ضربه کنجی باز هم کار میکنند بازیگران دسته روشن. و این هم هیئت ذخیروی دسته روشن است که اونجا اندری چکوتون دروازه‌بان و مهربان حمیدوف، محمد علی عزیزبویف، سعید جان شریف زاده، مقداد رازیخوف و سعید اسرائیل سیدوف هستند. سه نفر همین بازیگران رو قبلا که در حیط بخشی بازی میکردن روشن با هیئت خود جلب کرد. سه بازیگر جوان و امیدبخش نیز هستند که اینا مهربان حمیدوف، مقداد رازیخوف و سعید اسرائیل سیدوف میباشند. ضربه کنجی نباتی باز هم به فایده دسته روشن. ببینید دو گلی که امروز بازیگران روشن زدن محض از ضربه کنجی بود. یک ارسال به داخل جریمه گو و با قامت بلند خود توانست گل زند مهربان کریموف. دیگری باشد با یک بازیگزاری که از ضربه کنجی کردند و اونجا توانست که فتح‌الله عالمزاده توپ را به دروازه دسته پرواز روان کند. محمد شریف سید خواجه اشاره میکند که باید هم دستای فعال باشند. اونا باز هم امکان دارند که فشار را بیشتر کنند تا امکانیت‌های نوبتی برای دسته آنها پیدا شود. توسط کنار راست میدان تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته روشن. اینجا قاعده بازی ویران کرده میشود و سیاد جان زیندین صدای شک خود را بلند میکند. مقابل فتح‌الله عالمزاده قاعده بازی را ویران کرد. در همین میان دفاعگری دسته پرواز امیر بیگ جمعیف باید به لحظه تکرار متوجه میشیم که در همین فرصت چگونه از پای افتانیدند فتح‌الله عالمزاده را. باز هم یک فرصتی خوب، باز هم یک امکانیت عالی برای بازیگران دسته روشن از وضعیت استانداردی پیدا می شود و باید متوجه میشیم که این نوبت چگونه استفاده میکنند. در نزد توپ است اینجا مراد علی اکنظرف. بیشتری بازیگران دسته روشن در داخل جریمه گاه دسته پرواز هستند. دلیرجان باروتوف موقعیت میگیرد و باید متوجه میشیم که این بعد از این فرصت چگونه استفاده برده میشود. مسافت نزدیک است، میتواند خطرناک نیز باشد برای دسته پرواز. مخلصان دسته روشن باشد اینجا دسته خود را باز هم بیشتر دستگیری میکنند. داور اجازه میدهد. ارسال بعد داخل جریمه گفت و اینجا درسته اکنون هم دیگر فهمی نمیشود. در همین فرصت ارسالی که اکنظرف کرد اونجا یگان نفر بازیگر دسته روشن حضور نداشت و به این خاطر این امکانیت از بین می رود. اگر به هیئت ذخیروی دسته پرواز نظر افکنیم دوستان عزیز، ببینید که اونجا سه نفر بودند. دروازه‌بان اهل‌الدین حبیب‌اللهف، طاهر ملدوستوف، نیم محافظتگر و حمله‌گر محسن رستم زاده. البته یک نفر با میدان در آمد که این طاهر ملدوستوف است و دو نفر دیگر اونجا باقی ماندند. و قبلا نیز در یک چند واقعه سفری که دسته پرواز داشت در لیگ اولی نیز ما چنین حالت‌ها رو دیده بودیم که با نفرانی کمی در کرسی احتیاطی بوده پرواز به بازی حاضر میشد و شاید همین نیست نتیجه یا خود تاثیر خود را به بازی دسته پرواز رساند که آنها امکانی کم دارند که بازیگرانی که از ذخیره به میدان برآرند. تلاش نباتی باز هم از جانب بازیگران دسته روشن. اگر در قسم اول بیشتر توسط کنار چپ فعال بودند بازیگران روشن، می‌بینیم که در نیمه دوم بازی آنها باز
فاولی خود را به کنار راست میدان گذرانیدند. امکانیت پیدا می شود برای بازیگران دسته روشن و اکنون اینجا موفق نشدند. فتولا علیمزاده اینجا از همدستایش معذرت میپرسد که مسعود نتوانست که این فرصت رو با دقیقیت استفاده کند. باز هم ضربه کنجی به فایده روشن. باز هم توجه به مهربان کریموف و باز هم متوجه میشیم که نباید چگونه استفاده میشد این وضعیت استانداردی. ارسال به داخل جریمه‌گاه مهربان کریموف این نباید اولین به تو میرسد. فرصت پیدا میشود و چه امکانیت بود باز هم برای بازیگران دسته روشن. فتولا علیمزاده از همین مسافه نزدیک دروازه دلرجان برای توپ را درست‌تر به نشان گرفتن نمیتواند. مجرای بازی بسیار هم اینجا تیز و تند می شود و ببینید که چگونه فشار آورده ایستادند بازیگران دسته روشن. امامعلی احمدخان از اوت توپ را به بازی در آورد. باز هم اوت به فایده دسته پرواز. دستگیری مخلصان دسته روشن اینجا باز هم بیشتر می شود. حسن‌الدین اندک از موقعش بیرون می شود. دروازه‌بان دسته روشن آخرین باره که روشن تو به فینال جام تاجیکستان رسیده بود تماشاگران عزیز این سال 2023 بود. در فینال روشن در میدان خانگی خود از استقلال شکست خورد. وقتی اساسی بازی مساوی 1-1 خاتمه یافته بود و در سلسله پنالتی استقلال با حساب 4-2 غلبه کرده بود. فتولا علیمزاده تو در میدان نگاه می‌دارد. امکانیت پیدا می‌شود برای بازیگران دسته روشن. فتولا با توپ است. تلاش فتولا پسی و به قفا به سمت رسلان خیلوف پرتاف اجرا کرده می‌شود و اینجا برطرف می‌کنند دفاعگران دسته پرواز. فشار چگونه بیشتر می‌شود از جانب بازیگران دسته روشن و مشکل هم افتیده است برای بازیگران دسته پرواز که از این فشار رقیب البته آن را رها یابند. به حمله می‌گذارند بازیگران دسته پرواز. پس به سمت کویک و دوان دانیل آمده نمی‌رسد. مخلصان دسته روشن تقاضا دارند که باید گل سیو نیز از جانب دسته آنها و ثمر رسانیده شود، اما تا کجا آنها موفق میشوند البته این را ما باز در نیم ساعتی باقی مانده در بازی مرزه خواهیم فهمید. در عموم دسته روشن دو قهرمانی در جام تاجیکستان دارد و همچنین دسته
3 مرتبه به فینال مسابقه نیز راه یافته است. امکانیت پیدا می شود برای بازیگران رسه پرواز و اینجا بلندتر ضربه اجرا کرده می شود از جانب بهادر عبدولیف. یگان دسته از شهر دوشنبه نتوانست که در جام تاجیکستان تا به مرحله چهارگی رسد. هم کلوب مرکزی ورزش ارتش هم استقلال از ادامه مسابقه به نصیب شدند و بیشتر به مرحله چهارگی مسابقه نیز اینجا اگر ما متوجه شویم دستای پرواز، خوجان، اسخط، استرافشان 4 دسته از ولایت سوخت توانستند که راحتی مرحله چهارگی رو به دست آورند. 4 دسته باقی مانده دیگر پنچر در این میان روشن و بخش از ولایت ختلان هستند. سردار باشد از شهر و ناحیه توبه مرکز است. بیشتر دسته ولایت سوخت فعال بودند برای راه یافتن به مرحله چهارگی نهایی در موسم امساله جام تاجیکستان در سال 2026. اگر روشن تلاش کند، کوشش کند تا به قهرمانی رسد در موسم امساله جام تاجیکستان، پس ببینید که اونها موسم آینده باز امکان اشتراک در مسابقه‌های آسیایی را پیدا میکنند در سطح باشگاه و مخصوصا اونها در جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا اشتراک خواهند کرد. یا وحش و یا اینکه از طرف مقابل دستای دیگری که هستند اسخط یا اینکه استرافشان یا اینکه سردار دسته که بار اول در لیگ اول اشتراک کرده است و امکان هم دارد که بار اول در اولین موسم خود به مسابقه آسیایی نیز راه بدیم. پیدا میشد برای بازیگران رسه روشن ضربه اجرا کرده شد و اینجا باز هم فاول است دلرجان براتوف. تلاش نوبتی از جانب بازیگران رسه پرواز، هجوم دسته را اندازی کرده می شود. رستم خیلوف تلاش نوبتی از جانب بازیگران رسه روشن. پس به کناری راست توپ در میدان نگاه داشته می شود.
فرصت پیدا میشد باز هم برای بازیگران دسته روشن، اما این بعد موفق نشدند. به عکس العمل نگذاشتند بازیگران دسته پرواز، اما به نتیجه. دستگیری مخلصان دسته روشن بیشتر می شود. فشار میارن بازیگران دسته روشن باز. خیلیف به قفا پس میدید. نظرف دستگیری مخلصان بیشتر می شود. هجومی دسته روشن بیر متوجه میشیم. سیود پس میدید. اسلام خیلوف اسیو به سمت مقابل به سمت فرساف، اما به نتیجه. تلاش بازیگران دسته پرواز اینجا به نتیجه بود. بر صورت لحظه و توپ را به بازی خان در آورد از کنار راست میدان. لحظه و توپ را به بازی می در آورد اینجا اسماعیل جان آخوندجانوف. زود بخش حمله میگذارند بازیگران دسته روشن. بیر متوجه میشن به همین فرصتی که در اختیار دارند. با پیش حرکت میکند بازیگری دسته روشن. سلیم شویف بود. بازم یک فرصتی دیگر پیدا میشد. ارسال بعد داخل جریمه‌گاه اینجا بلندتر.
تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته روشن. دوسم پس به داخل جریمه‌گاه برطرف میکند اینجا اسماعیل جان. دوستان برطرف میکنند دفاعگران رسه پرواز، اما فشار خیلی هم زیاد است از جانب دسته روشن. و اکنون آهسته آهسته باز با پاس کوتاه تلاش میکنند بازیگران دسته پرواز که از این فشاری دسته رقیب رها یابند. پانزده دقیقه دیگر تا انجام واخوری دسته روشن پرواز باقی مانده است. تلاش نوبتی از جانب بازیگران رسه پرواز میخواهند که در دقیقه باقی مانده آنها نیز امروز توانند که موفق شوند. حالا فرصت پیدا میشود برای دسته پرواز، ضربه از همین مسافه اجرا کرده میشود و پهلوتر از دروازه حسین الدین محمد علی توپ ترک میدان میکند. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته روشن به نتیجه بود. سیاد بازیگر آماده است از حیط دسته روشن به میدان آید. محمد علی عزیز بویف هست این نفر. فرصت پیدا میشد باز هم برای بازیگران دسته روشن و اینجا باز هم موفق نمیشوند. در امور بازی امروز پورا برتری به فایده روشن است.
با جوی محمد شریف سید خواجه وارد میدان می شود. محمد علی عزیزبویف تلاش نباتی از جانب بازیگران دسته روشن. تورابویی بازیگران دسته پرواز. پاتولو با توپ است و پیش حرکت میکند. امکانات پیدا میشد برای عزیزبویف، بازیگری که نوکر با میدان آمد و از همین مسافه اکنون موفق نمیشود. محمد علی عزیزبویف فرصت پیدا میشد برای بازیگران دسته پرواز. توسط کنار شب هجومی دسته را اندازه کرده میشد و اکنون اینجا موفق نمیشود. کویکو دوان دانیل پاتولو لیمزودا شروع میشد که مقابله و قاعده بازی ویران کرده شده است از جانب تویرملا دوستوف. آماده است از زمین موقع اکنون توپ را به بازی درآورد سیادی کاووسشا. نه اینجا خودی دروازه‌بان حسین الدین محمد علی توپ را به بازی می‌درآورد. دهه آخری بازی شروع شده است. فرصت پیدا میشد. محمد علی عزیزبویف امکانیت است برای بازیگران دسته روشن. متوجه میشیم با توپ از رسلان ضربه و اکنون بر توپ بازم برطرف میکند. چه امکانیتی خوب بود برای بازیگران دسته روشن. محمد علی عزیزبویف ببینید که چگونه گذشت، اما در این میان رسلان خیلوف توپ را در نزد پای عزیزبویف را بود و خواست که هجوم دسته را خود را اندازی کند، اما موفق نشد. میتوانست که دیگر بار پس بدهد و عزیزبویف تو ضربه را اجرا کند. چنین واریانت هم بود اما نشد. ضربه کنجی برای دسته روشن باز اینجا کار کرده شده است. نظرف آمده است که توپ را به بازی درآورد و توپ را داشته میگیرد. اکنون در این میان دالرجان براتوف
توسط کناری راست باز هم هجومی دسته روشن، اما اینجا باز هم به نتیجه فتولا علیمزاده اینجا گل میزند، اما قاعده بازی ویران شده است. به هر صورت باید قرار نهایی رو خواهیم دید. اینجا پنالتی است چی است؟ ببینیم که سایه جونز و ندیرف اینجا خلاصه نهایش چی خواهد بود. اگر واقعا هم قاعده بازی اونجا ویران شده باشد، پس امکان دارند بازیگران از دسته روشن باز هم برتری خود رو بیشتر کنند، اما هیچ چیزی نیست. اینجا زین‌الدین اشاره میکند که از دروازه تو به بازی درآورده شد. پلوی فوتو پاس میدهد، فرصت پیدا می شود. عزیز بویف اینجا نمیتواند از دفاعگری دسته پرواز گذارد و از این فرصت استفاده هم نماید. رستم توبرابی از جانب بازیگران دسته روشن، ضربه از جانب فتولا علیمزاده اما بلندتر. فشار باز هم بیشتر می شود از جانب بازیگران دسته روشن. بسیار خوب تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته پرواز. ملت دوستوف اسیوب به داخل جریمه‌گاه و اینجا اکنون توپ را در اختیار خود میگیرد حسن‌الدین محمد علی. یک فرصت دیگر پیدا می شود برای بازیگران دسته روشن. ضربه و ایساب اکنون 3-0 کرده می شود. ببینید چگونه امکانیت، چگونه فرصت و این بعد اکنون محمد علی عزیز بویف می تواند که آن را تا به آخر استفاده کند و ایساب را 3-0 کند. بازیگری که از ذخیره به میدان آمد، دو فرصتی خوب هم داشت، گرچه که آن را استفاده برده نتوانست، اما در کوشش سیوم توانست که توپ را به دروازه دلرجان براتوف روان کند. ببینید چگونه پس به سمت او انجام داده شد، چگونه با یک باوری توپ را در اختیار خود نگاه داشت. دو نفر از دفاعگران پرواز نتوانستند که توپ را در اختیار خود بگیرند، موفق نشدند. مخصوصا اخونجانوف اینجا امکان داشت که این حالت را برطرف کند، اما در این میان می‌بینیم که چگونه میتواند محمد علی عزیز بویف با یک باوری به خود خواست توپ را به دروازه دلرجان براتوف روان کند و حساب 3-0 به فایده روشن می شود.
зарбаи кунҷӣ барои дастаи Парвоз кор карда шудааст. موفق نمیشوند بازیگران دسته پروز. میتواند روشن به عکس العمل نیز گذرد. فرصت پیدا میشود برای بازیگران دسته میزبان. فتولا با توپ است. فتولا علیمزاده به پیش حرکت میکند. یک نفر رو گذشت فتولا، اما اینجا توپ رو در میدان نگاه داشته نتوانست. مقداد رازیخوف آماده است به میدان آید. در میدان اینجا عوض میکند فتولا علیمزاده را. فتولا علیمزاده امروز مس او حساب را در بازی کشاده بود. بسیار بازی خوب نشان داد و با این ترتیب حالا او را از میدان میگیرد سرمربی. بار دیگر کارگردان گلی و ثمر رسانیده فتولا علیمزاده را برای ما شما نشان میدهند. البته یک گل بسیار زیبا را به نام خود امروز مهر زد فتولا علیمزاده. مقداد رازیخوف به میدان میآید. وقت اساسی بازی انجام یافت. 5 دقیقه اضافه کرده می شود. بازی جوابی برای دسته پرواز خیلی هم دشوار خواهد بود تا توانند که اکنون از صدی روی روشن گذرند. همین ترتیب روشن کلو در خانه خود با حساب 3-0 در حساب پیشگام است. باز هم کار خود را در بازی جوابی آسان‌تر میکند برای رفتن به مرحله نیم نهایی مسابقه. لرجان براتوف توپ را به بازی می‌دارد. سیاد پسیو به خفا. تلاش‌های او برای دریافت توپ اما موفق نشد در مبارزه با امام علی احمد خان. در بازی ایمن دستای بخش و خوجان که لکه به انجام رسیده است. آنجا دسته خوجان به پیروزی رسیده است مشاهدین عزیز. مساوی 1-0 خوجان در سفر در همان ورزشگاهی که فینال جام تاجیکستان برگزار می‌گردد بخش را شکست داده است. در دو بازی قبلی دیگر باشد که دیروز برگزار شده بود در این مرحله اسخط با حساب 3-1 پنچه را شکست داد. سردار باشد با حساب 2-1 استرافشان را ناکام کرد. حالا
بازی دسته روشن و پرواز نیز در حال انجامیابی است و بعداً در بازی جوابی که باز حالا برگزار می‌گردد در ماه آگوست، اونجا باز اشتراکچیان مرحله نیم نهایی مسابقه معلوم خواهند شد. تلاش نوبتی از جانب بازیگران روشن به نتیجه رسلان اینجا موفق نشد. اینجا مقداد بود، اینجا مقداد بوده است. چند ثانیه دیگر باقی مانده است دوستان عزیز. و تمام. سیاد جان زینیدینوف صدای شکی خود را از انجام بازی اولی مرحله چهارک نهایی جام تاجیکستان 2026 میان دسته‌های پرواز و روشن بلند میکند. روشن با حساب 3-0 توانست که در میدان خانگی در حضور مخلصان خویش پرواز را شکست بدهد با گل‌های فتح‌الله عالمزاده، مهربان کریموف و محمد علی عزیزبویف. در همین جا در شهر کولا گزارش مستقیمش را به انجام می‌رسانیم. با شما بودم من شارع فریدون سفرزاده که این بازی بسیار هم جالب را تماشا کردم. سیادمند پیروز و دوستان فوتبال ببینید. خیر.